شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، گفتارمون را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزاتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. گفتار پنجم. من جرأت نموده ادبیات را به تنبور نویسنده را به تارهای آن تشبیه می دهم. هر تار آواز و صدای خاصه دارد، ولی همه ای تارها یک جایه آهنگی جور برمی آرند. تنبوری اوری فقط 2 تار دارد. پدری مرا می گفتند که به تنبور ادبیات اور تار 3 کشیده است. کاش که مرا هم خاصه آهنگ میسر می شد. کاش که من هم به این اسباب قدیمه اوری امان تار دیگری شده باشم. نمی خواهم مانند صیادانی باشم که صیادی را از بازار خریده خانه می برند و در خانه هوای دهن می کنند که خودشان شکار کردند. یا این طور می شود آوازه پهن می شود که صیاد در فلان دره یک نخجیر زده است. این را شنیده همه صیادان به آن دره‌ای به خاصیت می شتابند. در این میان آن صیادی اوله از دره دیگر یک خرسی کلان می زند. توده صیادان به آن دره می دود. این دم صیادی ماهر در دره دیگر از پی پلنگی بزرگی می افتد. بگوید کدام از آنها صیادی حقیقی است؟ آن که صید را خود می جوید یا آنهایی که از پسی او می دوند؟ این قبیل آدمان شرم نداشته صیدی بدام کسی دیگر افتاده را هم گرفته می برند. چون این صیادان بعضی نویسندگان را به خاطرم می آرند. رفتار یک شناسی من تماما از آدمگری نیست. بعد شناس شدن با کورن ایوانویچ چوکوفسکی او خود را چنین وانمود کرد که گویا ابو طالب را نمی شناسد. دریاچه‌ای که تا به بحر رسیده است سطح بیکنار نیلگون بحر را دیده به آب زلال آن آمیخته است. چشمه کوهی را که راهش بروی زمین از آنجا آغاز یافته است، این چنین راهی باریکی سنگلاخ پست و بلند و پرپیچ‌وتابی طی کرده‌اش را نباید فراموش بکند. آره، من دریاچه کوهی، من ابتدا سرچشمه و مجرای سنگلاخ خود را دوست می دارم. من آن دره‌های نیم تاریک را که به بینشان رودی چمن جاری است، آن شاخه‌ها را که از برشان مثل آبشار می ریزم، آن جایهای آرام و هموار را که رودی من هموار و سالار راه می پیماید و در آینه خود کوه‌های اطراف، آسمان و ستاره‌های آسمان را عکس می کند و به تدریج اول آهسته بعد تیزتر و تیزتر جاری می شود دوست می دارم. ولی من نمی گویم که برایم فقط درها کفایه اند. مادام که جاری می شوم پس در پیش مقصدی دارم. من بحری بیکنار را نه فقط حس می کنم بلکه می بینم و می دانم. برای آن من هم می بینم و هم می دانم که دایره نظری تمام داغستان وسیع شده است. در ظرف این سالها نه فقط حدودی قبرستان‌های ما، این چنین حدودی تصورات ما درباره زندگی و بحر نیز وسعت یافته است. من شاعری اور، ولی خود را نه تنها برای اورستان، نه تنها برای داغستان، نه تنها برای تمام مملکتمان، این چنین برای تمام کره ارضمان مسئول می دانم. عصر 20 دیگر خیلی زندگی کردن هم ممکن نیست. به من چنین حکایت کردند پس از به دنیا آمدن من دیری نگذشته پدرم مجبور می شود که برای خدمت موقتاً به اول اردیریخ کوچیده رود. او به اسب خورجین را بار می کند. در یک چشم خورجین لاغ و پر روزگار، سر و لباس بقیه آرد و تلقان، روغن و کتاب، از چشم دیگرش سری من نمایان بوده است. بعد این راهی پرمشقت مادرم کسلی سخت می شود. در اولی کوچیده رفته ای ما
یک زنی بیکس و بیچاره یافت می شود که به قریبی فرزندش وفات کرده است. آن زنی اردریخی مرا سینه می دهد و به همین وسیله مادر دوم من حساب می شود. اینک در روی زمین دو زن است که من در نزد هر دوی آنها قرض دارم. چقدر عمر بینم به این دو مادر هر قدر نیکی بکنم هرگز قرض خود را ادا کرده نمی توانم. قرض فرزندی پایان ندارد. از این دو زن یکی مادری من، آن که مرا به دنیا آورده اولین بار در سری گهوارم نشسته الله گفته است. دیگری همچنین مادری من است، آن که در دم مرگ سینه داده به من جان تازه بخشیده از پیراهه مهلک مرگ برای حیات باز آورده است. اینجا من تولد یافتم. زبان مادری را با شیر مادرم در مغز جان و دلم جا دادم. سرودهای دیار عزیزم را در اینجا اولین بار شنیدم. خود اولین سرودم را اینجا خواندم. طعم آب و نان را من اولین بار در همین جا چشیدم. در آوان بچگیم به سنگ و درخت چسبیده چند باره که زخمدار شده باشم همه اش را آب و گیاهای کشوری عزیزم صحت کرده است. مردم کوهستان میگویند درد نیست که به دوایش از کوههای ما علفی شفا بخش یافت نشود. مادر دوم من روسی بزرگ، مادر دوم من مسکو. همین مادر مرا تربیت نمود، بال و پر داد، برای فرا هدایت کرد، افقی بیکنار تمام جهان را نشان داد. در نزد هر دو مادر قرض فرزندی دارم. در روی دو قالینی که به دیوار خانه خود آویخته‌ام صورت محمود و پوشکین عکس یافته است و همچنین در بین صحیفه جلدهای بلاک که از نسیم سیرون شبهای روشنی پتربورگ شادابند برگای آتشگلی مرغزاران کوهساری بلندی اورستان عطرافشانی میکرد. دو مادر همچون دو قنات، دو دست، دو چشم، دو سرود است. دستان هر دو مادر مرا نوازش میکردند و اگر لازم شود گوشمال هم میدادند. هر دو مادر به تنبور من تار میکشیدند، هر کدام یک تاری. آنها مرا از زمین بلند کرده به بالای سری اولمان برداشتند و من از سری کتف آنها ایستاده بسیار چیزها را در جهان دیدم. اگر آنها مرا از زمین بلند نمی کردند من این چیزها را هیچگاه دیدن نمی توانستم. چون عقابی که هنگام پرواز نمی داند کدام از قناتهایش ضرور و قیمتتر است، من هم نمی دانم که از مادرانم کدام برایم عزیزتر است. پیشتر مردم کوهستان همه کسلی های خود را فقط با آب و گیاه ها صحت می کردند. آنها به طبیب و فالبینا اعتقاد داشتند. خلق تا امروز از طبیبان تدبیر پیشه به نیکی یاد می آرند، اما طبیبان بودند که برای دوا کردن درد سر از بیماردار می خواستند که گوسفندی سیاه کشد. هر یک اول می داند که گوشت گوسفندی سیاه نظر به گوسفندی زرد یا سفید شیرین تر است. طبیب کله بیمار را به پوست گرم پیچانیده می فرامد که در همین وضعیت چند مدت نشیند و خود گوشت گوسفند را به خانه‌اش می. ما حالا درباره این گونه طبیب‌ها سخن نمی رانیم. طبیب‌ها با دواهای خوبی خلقی هم بودند. باری پدرم در مسکو در بیمارستان کرمل می خوابید. آنجا آب و گیاهای داغستان به یادش آمد و پسرانش را خواهش نمود که از چشمه کوهی بوسرخ آب بیارند. سخن پدر به فرزند مقدس است. پسران به داغستان رفته به کوه بوسرخ به عذاب چسبیده برآمدند. چشمه را یافتند و از آنجا برای شاعر بیماری آور به بیمارستان کرمل آب آوردند. پدر از آن آب نوشید و دردش گویا سبکتر شد، حتی صحت یافت، اما نمیدانست که خودی همان روز به او داروی نوی خارجی گذرانیده بودند. شاید او تنها به داروهایی که محصول علم طب جهانند صحت نمی‌یافت، ولی با هر دوی این دوا او صحت یافت. ادبیات هم باید عیناً همین طور باشد. سرچشمه آن کشور خود، خلق خود، زبان خود است، اما دایره شعوری هر نویسنده حقیقی امروز از دایره ملی خود دیده وسیع‌تر شده است. مسئله های عموم انسانی، عموم جهانی چنین نویسنده را به تشویش می آورند. فکر و خیالش را بند می سازند. مرد ره عزم سفر کرد، در سناچی او چه چیز
نان و می گیرد به خود. نه مهمان عزیز، ما تو را عزت کنیم. دخت کوهی نان نهد، مرد کوهی می دهد. مرد ره عزمی سفر کرد، مرد ره عزمی سفر کرد. در سناچ او چی چیز؟ خنجر گیرد براه. نه مهمان عزیز، مردم کوه یاورد. گر بود بیدار خصمت، کوهیان خنجر بدست. باش امین یار هست، مرد ره عزمی سفر کرد. در سناچ او چی چیز؟ همرهش گیرد سرود. آه مهمان عزیز، خوش سرود افزون به ماست. بی حد و بی آخران، لیک آور بیشتر. ناید و اصلا گران. همین طریق اگر نویسنده را به دکتر مانند بکنیم، پس وی باید دواهای قدیمی خلقی را هم استفاده برده تواند و کامیابی های نوترین علم طبی جهانی را هم. اگر نویسنده را به سیاحی پیاده‌گرد مانند بکنیم، پس وی مهمان خلق دیگری شده در دل باید سرودهای خلق خود را داشته باشد، لیکن در دل او باید به سرودهای هم که برایش میخوانند جای یافت شود. یک خلق او را گسل میکند و خلق دیگری پیشواز میگیرد. همه خلقها موافق ذوق خود سرود و ترانه ها دارند. وقتهایی که به اولهای ما اولین لکتار و معروضه چی ها می آمدند، در اولی کالب زنها پشتشان را به لکتار گردانیده می نشستند تا لکتار روی آنها را نبیند. اما بعد لکتار هنگامی که نزد حاضران حافظ برآمده سرود می خواند، زنها به خاطر سرود از بحر عرف و عادت گذشته به حافظ رو می گردانیدند. حتی چادر از روی می گرفتند. روزه و دقیقه نیست که در دلم سرودی در سری گهوارم خوانده مادرم صدا ندهد. این سرود منبع تمام سرودهای من است. این سرود بالینی است که هنگام خستگی سری خودم را روی آن میگذارم. این سرود سمند است که به آن سوار شده عالمی روشن را سیر میکنم. این سرود چشمه است که هنگام تشنگی خم شده آبش را نوش جان میکنم. این سرود آتشدان است که مرا گرم میکند و این گرمی در زندگی همیشه با من است. ولی من نمیخواستم با آن شکوم مانند باشم که بچه‌ای کپ کلان شده هنوز از شیر نبرآمده است، هنوز هم سی نمیمکد. در حق این خیل آدمان گفتند که عقل با قد برابر نمی شود. در زمانی ما هر خیل انکیت پر کردن عادت شده است. خودی من هم چقدرش را پر کرده ام. در یگان انکیت سوال محبت به وطن را دوچار نکردم. ولی این هرگز چنین معنی ندارد که این گونه محبت در بین آدمان روی زمین موجود نیست. از طرف دیگر در انکیت گرجدنینی اسسر نوشتن کم است، بلکه باید گرجدنینی حقیقی باشی. عضوی که پسس نوشتن کم است، باید در حقیقت کمونیست باشی. زبانی مادریم زبانی اوری نوشتن کم است. طور رفتار باید کرد که این زبان در حقیقت زبانی مادری تو باشد. مرد باید به زبانی مادری خود خیانت نکند. بیایید مهمانانی گوناگون به من سرودهای گوناگون بیارید. چون برادر و خواهر بیاید نور دیده تاج سر، برای همه شما در دلم باز است. یک وقتا اگر جوان هنگامی برگشتنش به خنزخ در پسی زینی اسبش زنی ملت غیر را سوار کرده می آورد، او را طعنه می زدن. این کار با آدمانی کهنسال اول معقول نبود. اکنون پیر و جوان به این عادت کردند اوری از کدام ملت زن گیرد عیب نمی کنند. حالا در کوهستان فقط نکاح را عیب می کنند که به محبت اساس نیافته باشد. آیا گلها گوناگون رنگ باشند گلدسته زیباتر نمی شود؟ آسمان هر قدر پرستاره باشد همان قدر روشن می شود. رنگین کمان هم از آن سبب زیباست که تمام رنگ‌های روی زمین را در خود تجسم کرده است. در افریقا من یک گلی عجیب و غریب دیدم. هر برگ آن بوی خاص و نام خاصه داشت. خلاصی کلام آن گل خود گلدسته کامل ولی در عین حال یک گل بود. آرزو دارم که این کتاب اوری من به گلی عجایب و غرایب افریقا مانند شود تا هر کس از آن رنگ و بوی دلخواه پیدا بکند. اینک همه آنچه را که از آنها باید چنین کتاب انشا گردد پهن می نمایم. مانند استایی گلدستی کوبچی
همه چیز در تکی دستم. استای کوبچی، نقره، طلا، مقراض و بالغچه و اسکنه، تمغچه و اندازچه ها دارد. در استاخانه من زبان مادری، تجربه زندگی، صورت و سیما و خصلت و سیرت آدمان، آهنگ سرودها، ادراک تاریخ، ادراک حقیقت، محبت، طبیعت کشورم، یادداشت‌ها از حیات پدرم، گذشته و آینده خلقم فراهمند. در دست پارچه های طلا دارم، اما زرگرم من یا نه؟ آیا استعداد و مهارتم کفایت می کند؟ چی سازم که سرودم را چون پرنده بال و پرفیشان بر روی کف دستان شما گذارم تا به سوال و جواب دلهای شما را مثال محبت لبریز بکند؟ همه چیزهای تکی دستم روی میزم را بار دیگر از نظر می گذرانم. می گویم زن جدا باد یگیتی که در خانه اسب ندارد. باز می گویند بگذار زن یگیتی هم جدا شود که به اسبش زین و قمچی ندارد. می گویند به عقاب کاه به خر گوش ندهید. می گویند خانه زیبا هم اگر دیوارش بی بقا باشد فرو می رود. می گویند مرغ خانگی خواب می بیند که عقاب شده است و از این نوک شخ پریده قناتش را می شکند. جویچه خواب می بیند که دریای بزرگ شده است و در روی ریگزار پهن می گردد و همون زمان خشک می شود. شنوندگان عزیز، یادرس می شویم که شما گفتارمان را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزاتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان شنیدید. کارگردان موجیگول یوسفووا. پایان گفتار پنجم.